ثروت واقعی ما نفت نبود، شاه بود. کنسرت شاهکار بینش پژوه به مناسبت بزرگ داشته شهبانو فرح پهلوی، با وقارترین ملکه جهان در میان ماست، ملکه‌ای که در کنار زنان روستایی نان میپخت، جزامیان رو در آغوش میگرفت و کودکان بی سرپرست رو نوازش میکرد. ملکه‌ای که شانه به شانه پادشاه فقید ایران رو از یک خرابه به کشوری متمدن تبدیل کرد. من همونجوری که همیشه میگم مطمئنم که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد خواست. کنسرت شاهکار بینش پژوه